ولی از طریق شعر. من ز کابل آمدم سوی بدخشان می روم، از مسیر دره سالنگ و خنجان می روم. لذت تلخان ندارد هیچ چیزی در جهان، خورده با جمع رفیقان شهر بغلان می روم. چند روزی کندوز و تخار در سیر و چکر، گاه به سوی تخت رستم من سمنگان می روم. بر مزار حضرت سلطان می گویم دعا، خلن بهر خوردن قیماق و همنان می روم. حیرتان و دشتهایش دیده با شوق زیاد، بر مزار حضرت کرار با جان می روم. تپه های شادیان سرسبز در فصل بهار، دیدن بلخ کهن در مهد شاهان می روم. خوردن شیریخ چه کیفی می کند با دوستان، با همان سیر و سیاحت تا شبرغان می روم. آری زیباست مسیر فاریاب و بادغیس، سوی سنچارک صیاد و هم کوهستان می روم. مهد فرهنگ و مزار خواجه انصاریان، دیدن زیبایی های شهر مالان می روم. در فراه و غور هر جا می روم با اشتیاق، چند روز شهر زیبای ارزگان می روم. خاطرات شهر هلمند درج شد در خاطرم، سوی نیمروز دیدن بند کمال خان می روم. قندهار باستان هم دیدنی است دوستان، بعد زابل دیدن غزنی باستان می روم. مردم دایکنده خیلی مهربان است با همه، شهر نیلی، گیتی و گیزاب و کجران می روم. پکتیا و پکتیکا و لوگر و خوست و کنر، راه وردک را گرفته سوی بامیان می روم. میوه های ننگرهار هم خیلی لذت بخش بود، جنت روی زمین سوی نورستان می روم. از هوای دلکشی آنجا تنم پس زنده شد، بعد از آنجا با خوشی ها سوی لغمان می روم. دره شیران نماد غیرت و مردانگی، قله های هندوکش هم حوض لالان می روم. خیلی زیباست هوای پنجشیر ای هموطن، شهر بازارک عنابه خنج و پریان می روم. سوی کاپیسا روان و سیر در آنجا کنم، کوهبند و سوی نجرابش فراوان می روم. در مسیر بازگشتم سوی کابل یک چکر، دیدن زیبایی های شهر پروان می روم. بی تعصب خانه هر قوم در افغانستان، یک دو روزی لااقل من حیث مهمان می روم. من حیث یک افغان